اسکافولد هایی که مشاهده میکنید برخلاف همیشه که برای سازه های حالا کار در ارتفاع استفاده میشد، این دفعه برای سازه نگهدارنده ای هستش که شبکه آرماتور بندی و بتون ریزی بر روی اون انجام میشه. اما اگر چیدمان این اسکافولد ها بر اساس میزانبار وارده‌ای که به وجود میاد محاسبه نشود، میتونه باعث ایجاد خسارات جدی به نفراتی که روی سازه و حتی زیر سازه ما کار میکنن بشود. پس بهتره در بازدید ایمنی از اسکافولدهای زیر سازه به چند نکته مهم توجه کنیم. نکته اول، ما اسکافولدها رو باید روی سطحی صاف، محکم و بدون شیب قرار بدیم. مورد بعدی که وجود داره و مهم هست اینه که ما باید دقت داشته باشیم پایه های اسکافولدمون تراز و در یک راستا باشه و اگر ما در محیط خاکی و غیر همسطح وجود داشت میبایست زیر پایه هامون صفحه بیس پلیت بزنیم تا از نشست اسکافولدمون جلوگیری کنه. یکی که مشاهده میکنید توی این اسکافولد ما بحث تراز بودن رعایت نشده و پایه اسکافولد بیش از حد بیرون زدگی داره و این باعث میشه که اون به صورت تکی اگر باشه اون فشار وارده رو نتونه به خوبی کنترل بکنه. و اما نکته سوم، پای اسکافولد ما میبایست فاقد شکستگی، زنگ زدگی و دفرمگی باشه که در ادامه چند نمونه از پای اسکافولدهای ریجکتی رو خدمتتون نمایش میدیم. همونطور که توی این مورد مشاهده میکنید این پای اسکافولد ما لوله افقیش شکسته شده و توجه به اون انجام نشده و متاسفانه زیر سازه قرار گرفته که این مورد جزو موارد ممنوع ما هستش در حالا بازرسی ایمنی اسکافولد. و اما نکته آخر، ایمنی اسکافولد فقط برای افرادی که روی اون کار میکنن نیست. ایمنی اسکافولد حتی برای سازه هم مهم هستش. مرسی که تا پایان همراه ما بود.